فرود در شهر انکره ترکیه، معامله‌ای که پس از جنگی سرد دیدن نشده است. امروز پال ایوان آلسو ولادیمیر 3 شهروند امریکا و 1 دارای حق اقامت امریکا را به خانه آوردیم. در بین رها شدگان خبرنگاران ایوان گرشکوویچ، آلسو قرمش و از رادیو آزادی، پال ویلن سرباز سابق امریکا و ولادیمیر کرامورزا دیگر اندیش روس هستند. در این معامله پنهانی که بیشتر از 1 سال ادامه کرده است، 24 زندانی را تبادل کردند. 16 نفر را به غرب برگرداندند. 8 نفر زندانی روس را از آلمان، لهستان، نروژ و اسلوونیا به روسیه. جو بایدن که در احاطه خویشاوندان آمریکایی‌های بازداشت شده بود، گفت که این معامله یک شاهکار دیپلماتی و دوستی بود. چند کشور برای این کار کمک کردند. آنها با درخواست من به یک مذاکره دشوار پیچیده پیوستند. آدم اساسی در فهرست روسیه وادیم کراسیکوف یک قاتل محکوم شده در آلمان است. ویلان سال 2018 در مسکو بازداشت شد و او را با گناه جاسوسی به 16 سال زندان محکوم کردند. خودش و آمریکا این اتهامات را بی اساس نامیدند. ایوان گرشکوویچ خبرنگار وال استریت جورنال نیز با این اتهام 490 روز را در بازداشتگاه سپری کرد، اگرچه گفته است اتهام دروغ محض است. آلسو قرمش و خبرنگاری بخش تاتاری رادیو آزادی 10 ماه در زندان بود که روسیه رادیو را سازمان نامطلوب و مأمور خارجی نام میبرد. کار برای خبرنگارانی که ما میگیریم بسیار خطرناک است. آنها واقعا در جبهه اول هستند و همیشه جانشان را در خطر میگذارند. با آنکه اعضای عائله و طرفدارانشان آزادی نزدیکانشان را جشن میگیرند، روسیه همچنان رسانه‌های مستقل را هدف گرفته و مردم را از حق گرفتن خبرهای درست و واقعی محروم میکند.